رو به این جیپا یه شمشو میزنه خراب میکنه. یه دونه شمش. دریوک دریاچه چی بود اسمش؟ دوریوک. دوریوک. اومدم پیشت. بیا اگر نیومدم که هر موقع پایه بودی بلند شو. حالا مشکل دست همه چی اون باید پشتت باشه. بره پشت. نگاه کن مثل من نگاه کن. من نگاه کن پشت من نگاه کن. این که ما سنخ نداشت. الان یه دونه دیگه متین رو درستش کنی. بده داده. تعادله؟ آره. خب حالا از این وسط آروم بلند کن مثل این وسط رو بلند کن. خب بعدش گردونی در بره به سمت دریاچه. خدا واسه نخه در بره. بعد باز کنی گیره رو دوباره بزن. این نه این مهم نیست. حل. آره. برای چی 3 پا 2 پا کنیم؟ اینو میگیریم آقا تا اصلا 5 متر بره اونجا میخو بزنیم. خب میخ داریم. خوبه دو طرفشو. آقا این دو طرف عملیاتی میکنیم. این کمپ شبانه به درخواست بچه‌ها انجام شده و در حین نصب چادر سافاری به روی ایوان بچه اون پوست برسته بود. چقدر خوبه آقا متی عشق این موتورها. هیچ کجای دنیا اینقدر قورباغه نداره که اینجا داره. نه رفتیم سنگده قورباغه داشت متی خدا گونده چه نژاد قورباغه‌اش کلا فرق. دستی ها بذارین عمقش چقدره؟ عمق کجا اینجا هیچی نیست اون. حله. بیا.
دستی بده. چیزی نداره. برو علی، برو علی برو. چه زندگی قشنگی این زیر جریان داره. این قورباغه داره خطر خطرناکه. خدا یکی دیگه کنیم یا تو در بعد. پدر مادرش رو سپردن دست من. علی عکس. زیبا شده است. رولا از هر شاخه‌ای بالا می رود. اوج را دوست می دارد. حیف دوربینمون از کیفیت خوبی برخوردار نیست. از تدارکات کارگردان برو بده. زیرش بگیر. علی دو تا پتوتو بر من بیار. آب بریزیم به نظرتون چجوری خاموش کنیم؟ همون کار آب بریزیم. به دریوچ